سلام. موقع بررسی قیمت ارز چقدر حواسمون باید به تورم باشه، چقدر حواسمون باید به سیاست پولی باشه و چقدر حواسمون باید به بانک‌ها باشه. با مهمون امروز راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. خوش اومدین به پولبک. مجددا عرض سلام در خدمت شما دکتر. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم بتونیم خروجی صحبت امروزمون برای عزیزانی که ما رو تماشا میکنن قابل استفاده باشه. اگر اجازه بدین با ارز شروع کنیم. نرخ ارز توی کشور ما چرا مسئله شد؟ نه فقط برای فعالین و بازیگرای اصلی اقتصاد، حتی برای مردم عادی. و من میخوام سراغ یکی از صحبت‌های قبلی شما برم، جایی شما فرمودین که سیاستگزار ما به جای که دنبال مسائل سطحی بره، بعد مسائل رو کلان ببینه و دنبال حل ریشه‌ای مسائل باشه. آیا موضوع ارز و نرخ ارز یکی از این مسائل یا خیر؟ به نام خدا. ببینید، نرخ ارز در واقع یک علامت هست از عملکرد اقتصاد کشور ما. یک متغیری هست که برخلاف سایر متغیرهای اقتصادی کلاً در اختیار سیاستگزار داخلی نیست. تفسیرهای مختلفی رو ما از نرخ ارز میتونیم داشته باشیم. خب ما وقتی که صحبت از نرخ ارز میکنیم، قیمت واحد پول داخلی خودمون یعنی ریال رو در مقابل واحد پول خارجی داریم اندازه گیری میکنیم. پس دو سطح رو داریم، یک اقتصاد داخل، یک اقتصاد خارج. اقتصاد داخل ممکنه در اختیار ما باشد، اما اقتصاد خارج از کشور در اختیار ما نیست. بنابراین کنترل نرخ ارز همواره در اختیار سیاستگزار داخلی نیست. بخوام تشبیه کنم، یک چیزی مثل الا کلنگ میمونه. شما ممکنه در یک بازی الا کلنگ سنگین باشید، اما ممکنه طرف مقابلت سنگین تر باشه. همه چیز در اختیار شما نیست. جنبه‌های مختلفی رو داره نرخ ارز. همین که یک طرف اون در واقع در اختیار شما نیست، به نوعی میتونیم این گونه تفسیرش بکنیم که خب وقتی که نرخ قیمت پول ملی یک کشوری افزایش پیدا میکنه، منعکس کننده این هست که اقتصاد اون کشور قوی شده. منعکس کننده این هست که اعتماد مردم به اقتصاد اون کشور، اعتماد مردم به مدیران اجرایی اون کشور افزایش پیدا کرد. بنابراین این جذابیت رو داره و خب مشخصا هم دو طرف است. وقتی که شما ببینید که نرخ، فرض کنید که ریال در مقابل نرخ دلار کاهش پیدا میکنه یا به عبارتی قیمت دلار افزایش پیدا میکنه، این داره به ما این علامت رو میده که کشور ما، ریال کشور ما، قدرت خریدش در سطح بین الملل در حال کاهش پیدا کردن. بنابراین این انگیزه برای همه افراد پیش میاد که از حاصل رنج و زحمت خودشون که به صورت ریال به دست اونها میرسه حفاظت بکنن. بنابراین به نوعی دارن به سیاستگزار خارجی، کسی که کنترل ارزش دلار در واقع در اختیارش هست، اعتماد میکنن و منابع مالیشون رو به اون سمت منتقل میکنن. این یک دیدگاهی هست که ما میتونیم به ارز داشته باشیم. از سمت دیگه خب بله، بالاخره ما یک کشوری هستیم که صادرات داریم، واردات داریم و صادرات و واردات هم در واقع با پول ملی ما انجام نمیپذیره. با پولی هست که طرف تجاری ما مورد پذیرش قرار بده، که الان اون چیز غالب در واقع دلار هست، یورو هست، پوند هست، تا حدی که اینها در واقع تعیین کننده این هستند که ما چقدر توانایی قدرت خرید داریم در بازارهای بین‌المللی. اینها تماما عواملی هستند که تاثیرگذار هستند روی نرخ ارز. نرخ ارز برای مردم مهم هست به دلیل اینکه قدرت خرید اونها رو در واقع نشون میده. شما به عنوان یک فردی که در اقتصاد ایران کار میکنید، سرمایه گذاری میکنید یا نیروی کار خودتون عرضه میکنید،
درآمد و دستمزد شما به صورت ریالی خواهد بود. بنابراین براتون مهمه که این ریال شما چقدر قدرت خرید داره. هم قدرت خرید در داخل کشور، هم قدرت خرید در خارج از کشور. و خیلی طبیعی هست که وقتی که اهمیت داره این ریال براتون، اون وقت نرخ تبدیل اون هم به نرخ‌های دیگر در واقع ارزهای دیگر براتون مهم باشه، حساس باشید و بهش توجه داشته باشید. آقای دکتر، اگر اون موضوع در واقع مثال الکلنگی که فرمودین مثلا با یه کشور مترقی مثل ایالات متحده کاملا ملموسه که خب این اختلاف هر چقدر ما مثلا به قول شما سنگین باشیم اون سنگین تره، ولی مثلا میبینیم که با یه کشور همسایه مثل افغانستان که هم فضای مبهم سیاسی داره، هم خیلی فضای اقتصادی شاید آنچنان مترقی نداشته باشه، ولی مثلا واحد پول اونها به نسبت ریال باز تقویت میشه. این اتفاق، من میخوام بگم این اتفاق ارزیه در اثر پارامترهای بنیادین اقتصاد، جی دی پی و نقدینگی و اینا داره این اتفاق میفته یا موضوع انتظارات مردمه؟ همه تاثیرگذار هست. ببینید درسته ما وقتی که میگیم نرخ دلار، ولی همونطور که شما فرمودین نرخ ریال در مقابل افغانی، واحد پول افغانستان هم یک نرخ ارزه و وقتی که ریال تضعیف می شود در مقابل همه این ارزها در واقع تضعیف می شود. ولی خب اون چیزی که مصطلح هست خب ما میگیم نرخ دلار، چون که هر ارزی به دلار تبدیل میشه و بعد اون رو تبدیلش میکنیم. ولی درست فرمودین، ما وقتی که نرخ ریال ما در مقابل نرخ افغانی تضعیف می شود، این منعکس کننده این واقعیته که اقتصاد کشور ما نسبت به اقتصاد کشور افغانستان از نرخ رشد مناسب تری برخوردار نیست. نمیخواهیم بگوییم که افغانستان بسیار خوب است، نه، ممکنه اونها هم کاهش پیدا کرده باشند، اما ما بسیار کاهش پیدا کرده باشیم. یه بحث نسبی هست که باید در نظر بگیریم. جدا از اون ممکنه که ما ببینیم که تورم در کشور افغانستان پایین‌تر هست اما در کشور ما بالاتر هست. این یعنی اعتماد ما به این فردای این ریال کمتر شده، چون که نرخ تورم بالاتر یعنی ارزش پایین‌تر ریال در مقابل کالاها و خدمات کمتری رو میتونید باش خریداری بکنید. اینکه ما همیشه صحبت از نرخ دلار میکنیم به این مفهوم نیست که ما خودمون رو با اقتصاد آمریکا مقایسه میکنیم. شما میبینید که در بازار وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، نرخ دلار افزایش پیدا میکنه، ارزش ریال در مقابل همه در واقع ارزهای دیگر، لیر ترکیه، ممکنه درهم امارات، کاهش پیدا میکنه. این نشون دهنده اینه که ما داریم نسبت به بقیه ضعیف‌تر میشیم، ولی همزمان ممکنه کاهش ما و فرضاً کاهش اقتصاد ما، کاهش اقتصاد ترکیه همسان باشن. اون وقت میبینید که نرخ ریال در مقابل لیر ترکیه تغییر زیادی نکرده است، اما هر دو در مقابل دلار کاهش پیدا کردند. این بحث نسبی بودن رو ما باید همواره در نظر داشته باشیم. دلار صرفاً به عنوان یک رفرنسی هست الان با عمل میکنه، ولی واقعیتش اینه که خب مثل همون الله کلنگه ما در مقابل یکی دیگه داریم سنجیده میشیم. نکته اینه که اینجوری برداشت میشه که شاید مثلا یک کشوری مثل امارات اومده نرخ ارزش رو پگ کرده با دلار، ولی ما میگیم پگ نکردیم و نرخ ارزمون این اتفاق نیست، ولی انگار اقتصادمون پگ شده به دلار. یعنی همه بازیگرها، همین فرمایش شماست، حتی تقاضای حالا مواد اولیه و اینها رو بذاریم کنار، اونایی که بازیگر هستن، حتی اون خانوار هم برای تقاضای احتیاطی، تقاضای سرمایه‌گذاریش چشش به دنبال دلاره. توی همچین شرایطی رویکرد درست چیه؟ با چه مسیری باید وارد خب اول بپرسیم همچین اتفاقی افتاده؟ بله، اول بپرسیم چرا خانوار منابع خودش رو به دلار تبدیل میکنه. دورنمای خوبی از نگه داشتن ریال نداره. آفرین. درسته؟ خانواری که من کارمند وقتی که درآمدی دارم، میدونم این درآمدم رو وقتی به صورت ریال نگهداری کنم، ببرم بگذارم، بخوام ریسکی هم نپذیرم، ببرم بگذارم توی بانک و بانک حد اکثر به من 22% در سال سود بدهد، مقایسه میکنم
که اگر فرض کنید که هر کالایی رو خریداری بکنم به طور متوسط با تورم 40% 40% رشد میکنه. فمن اگر ریالمو همچنان توی بانک نگه دارم 18% زیان دیدم. پس عاقلانه نیست. پس پولمو باید تبدیل کنم به چیزی غیر از سپرده بانکی. حالا اون میتونه اگر زیاد باشه برم مسکن باش خریداری بکنم، میتونم برم باش خودرو خریداری کنم بسته به مقدارش، لوازم خانگی خریداری کنم، اصلا برم برنج 1 سال آینده‌مو خریداری کنم بگذارم گوشه خونه، نخود و لوبیا 1 سال آینده‌مو بخرم. اینا همه راههایی که داریم میریم برای اینکه خودمون رو در مقابل این تورم حفظ کنیم. یکیش هم دلار هست. درسته؟ ما میریم دلار میخریم. اون کسی که میره دلار میخره در بهترین حالت به جای تورم داخل تورم آمریکا رو زیان میبینه. دلار هم داره زیان میبینه. تورم 4-5% رو داره. یعنی من که دلار نگهداری میکنم باز دارم 4-5% زیان میبینم، اما بهتر از 20% که در داخل دارم میبینم. و بحث انتظارات هم هست و من این انتظار رو دارم که خب دلار آمریکا تجربه نشون داده که همواره یک تورم کوتاه مدت، تورم کوچکی رو داشتند. نشون داده شده که مسئولین پولی آمریکا حساسیت دارن نسبت به تورم، از ارزش اون پول حفاظت میکنن، ولی ما انتظارمون این هست که نه خب دیگه از این بعد سالی 40% تورم داریم، پس بهتره بگیریم خودمون رو حفظ بکنیم. آقای دکتر این موضوع در واقع فرمایش شما نرخ بهره حقیقی منفی فکر میکنم در همه جای دنیا هست. یعنی اون نرخ بهره که طرف اگر سپرده بانکی بکنه معمولا از تورم کمتر، به خاطر اینکه اقتصاد تحریک میشه. اصلا چنین چیزی نیست. میتونه برای مقاطع کوتاه مدتی اتفاق بیفته، اما در بلند مدت کلیه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری رو از بین میبرد. نکته اینه تو کشورهای دیگه هم که اگر حالا برای کوتاه مدت نرخ بهره حقیقی منفی باشد، کسی سراغ ارز نمیره، میره سراغ دارایی، سهام میخره، اوراق میخره. چرا توی کشور ما این روایت تاریخی تو ذهن مردم شکل گرفت که خریداران دلار برندن، که واقعاش این روایت غلطی هم هست. یعنی اگر اسید ریترن رو بررسی بکنیم حتی تو کشور خودمون دلار دارایی برنده‌ای نیست. برنده نیست، ریسکش بسیار کم هست. یعنی شما فقط ریترن رو نباید نگاه بکنید، باید ریسک رو هم نگاه بکنید. نشون داده شده که ریسکش کمتر هست. همواره روند صعودی داشته، حداقل در 40 سال گذشته. ممکنه مدتی ثابت بوده ولی پرشایی رو داشته. نکته که شما فرمودید خب نکته درستیه، برمیگرده به اینکه ما چه بازارهایی رو مقابل مردم قرار دادیم. فکر میکنم شما پذیرفتین که در مقابل این تورم مردم ناگزیرن که یک عملی رو اتخاذ بکنن که از ارزش داراییشون حفاظت بکنن. حالا سوال اینه که این پول رو کجا ببرن؟ ببرن بازار سرمایه، یا ببرن بانک، یا ببرن طلا بخرن، یا ببرن دلار کنن. چند تا بازار در کشور ما مقابل افراد ما قرار دادیم که بتونن از این بازارها استفاده کنن، به سمت دلار نروند. بازار سرمایه‌مون میدونیم که یک بازار غیر کارا و بسیار ناشفاف است و ریسک بالایی رو برای قالب مردم دارد. این رو همه ما تقریبا یک فکت، یک باور عمومی هست که تو کشور ما اتفاق افتاده. تنها چیزی که در واقع برای مردم باقی مونده بحث مسکن هست. بهترین بازار هست برای مردم، به این دلیل که دولت در اون کمترین ورود رو داره و افراد دارایی خودشون رو در اختیار خودشون هست و حداقل توی تاریخ کشورمون نشون داده شده که مالکیت اون به رسمیت شناخته میشه. ولی خب مبلغش زیاده، هر کسی نمیتونه وارد اون بشه و اینکه خب الان میبینیم یک حباب بسیار بزرگی تو بخش مسکن ما نسبت به بازارهای بین المللی وجود داره. مسکنی که توی ایران هست در یک شهری مثل تهران با یک شهری مثل فرض کنید دبی مقایسه بکنید، توی تهران بسیار بسیار گرانتر هست و این همش نشونه این هست که این منابعی که میبایست به سمت
در واقع دارایی‌های دیگری برود به سمت بازار مسکن رفته، به خاطر اینکه امنه، کاملا امنه. منی که نمیتونم برم بازار مسکن، گزینه دومم خودروه. چرا خودرو تو کشور ما اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ چرا شما این همه خودرو میبینید توی خونه ها و این طرف اون طرف پارک هست و مردم تو صف خرید خودرو قرار میگیرند و اینا؟ خیلی از اینها برای خرید و فروشه، به خاطر اینه که میخوان از دارایی های خودشون حفظ بکنن. چرا باید من برم طلا بخرم، سکه بخرم، با خطرات حفاظت فیزیکیش رو در واقع به جون بخرم و این رو طلا نگهداری بکنم؟ چرا نباید پولمو ببرم مثلا در بازار سرمایه، در یک شرکتی سرمایه گذاری کنم؟ شما میدونید که قیمت سهام خودروساز در واقع، یا اینطوری بگیم سهام خودروساز، کارخونه خودروسازی از خود خودرو جذابیت کمتری رو داره، به خاطر اینکه اون کارخونه اختیارش در اختیار سهامدارش نیست، ولی این خودرو چرا در اختیار خودمه، میدونم چی کارش میکنم. اینا فاکتورهایی که داره تاثیر میگذاره روی اینکه مردم کدوم بازار رو انتخاب بکنن. طبعا اگر ما بازارهای دیگر رو گسترش بدیم، دولت از اونها خارج بشه، این خیلی نکته مهمیه و بتونن افراد ریسک و بازه اون رو به درستی ارزیابی کنن و بسنجن، بسیار معقولانه است که کسی پول خودش رو به دلار تبدیل نکنه و جریمه تورم آمریکا رو بپذیره. درسته، بگذاریم از اینکه خب الان قاچاق هست، بگذاریم از اینکه نگهداریش سخته، ولی اینها همه هزینه‌هایی هست که ما داریم میپردازیم به خاطر اینکه بازار برای دارایی‌های دیگر نداریم. نکته که الان به ذهن میرسه اینه که الان مثلا ما تو حوزه طلا خب گواهی سپرده رو داریم، گواهی سپرده شمشاب، گواهی سکه یک روزه. بازم اقبال، یعنی مردم انگار حاضرند سکه رب رو با 4 برابر حباب خریداری بکنن، ولی نرن سراغ این که اون ابزاریه که به نظر شفافه، یعنی اون ویژگی‌هایی که شما میگید. حالا ما تو حوزه مسکن ریت و صندوقای اینجوری نداریم، من نمیدونم خیلی الان داشته باشیم چیزی که حالا هم شفاف باشه، هم واقعا بازدهیش شبیه به بازدهی حوزه مسکن باشه. ولی چرا تو اون حوزه هم اقبال کمه؟ یه ذهنیتی رو برای آدم ایجاد میکنه که یه بخشی از این تقاضای طلا و دلار تقاضاییه که اینا دارایی‌های بی‌نامین که برای اون بخش غیر شفاف اقتصاد استفاده بشن. قابل رد نیست قبول اون بحث، یعنی بخشیش هست، هیچ شکی توی اون نیست، ولی الزاماً تمام کسانی هم که میخوان منابع پولشون بدون رد باشد نباید به دید خلافکار بهشون نگاه بکنیم، یعنی افرادی باشن که میخواهند خلافی انجام بدن. ببینید بحث اعتماد و اطمینان بسیار بسیار مهمه. من یه مثال بزنم. چرا مردم ارزی رو که خریداری میکنند توی بانک ها به عنوان سپرده ارزی نگهداری نمیکنن و سود بگیرن؟ سود خوبی هم هست در مقیاس های بین المللی، خیلی خوبه، امنم هست. چرا این کارا نمیکنن؟ به دلیل اینکه به بانک اعتماد ندارن، به دلیل اینکه یک بار اتفاق افتاد وقتی که مردم خواستن ارزشون رو بگیرن، بانک مرکزی گفت نه بیا من ریالشو بهت میدم. این تمام شد، تمام اون اعتماد فرو ریخت. درست؟ و این گزینه رو از مقابل مردم برداشت. مشکلی که ما الان داریم این هست که قانونگذار ما از بحث الان و دیروز هم نیست، یعنی یک فرایندیه که حاکمه اعتماد آفرینی، نه اینکه نمیکنه بلکه این اعتمادها رو از بین برده. نشون داده شده که هر موقع مسئولین بخوان تصمیمی بگیرن اجرایش میکنن و برای مالکیت دیگران هم اهمیتی قائل نیستند. این اتفاق ممکنه برای گواهی‌های ممکنه نیفته، ولی یک بار اتفاق افتاده. چرا من خودرو رو ترجیح میدم به سهام کارخانه خودرو؟ به خاطر اینکه خودرو رو میبرم میذارمش تو پارکینگ خونم
ولی سهام خودرو رو فردا دولت میاد میگه که قیمتش باید کنترل بشه. فردا میاد میگه سودش باید این گونه باشه. فردا 1000 نفر رو تحمیل میکنه به خودروساز که شما استخدام کن. اون کنترل نداره. ولی این خودرو مال خودمه، تو پارکینگ خونمه، میتونم بفروشمش، میتونم سوارش بشم. مثل مسکن. چرا مسکن انقدر جذابه؟ چون که مال شماست. دولت کمترین نقش رو توش داره. چرا بازار سهام جذاب نیست؟ به خاطر اینکه یک قانون دولت میتونه بالا و پایین بکنه و کل بازار رو به هم. آقای دکتر، شما یه بخش عظیمی از در واقع دوران تحصیلاتتون رو خارج از کشور بودین، قطعا دیگه لمس کردین فضای اونجا رو. این اتفاق دارایی بینام اونور یه چیز طبیعیه یا نه؟ ما اینور به خاطر این همین در واقع عدم اعتماد و حسن شهرتی که بانک مرکزی و دولت ندارن، این دارایی ها اینقدر بهش در واقع اقبال هست. توی دنیا چجوریه و فضای قالب دنیا چجوریه؟ کسی میتونه ارز مثلا $100,000 اسکناس تو خونش نگهداری بکنه، شمش طلا تو خونش داشته باشه؟ کسی عملا این کارو نمیکنه. هیچ منطقی نداره که شما ارز خریداری کنید توی خونتون نگهداری کنید. به دلیل اینکه شما هر زمان خواستید میتونید برید بازار ارز خریداری کنید. به دلیل اینکه شما میتونید منابع مالیتون رو در اختیار صندوق‌های قرار بدید که توی بازار ارز هستن، خرید و فروش میکنن، قابلیت‌های بالایی دارن، سودآوری دارن و میتونید شما نفع ببرید ازشون. کسی دلیلی نداره که طلا بخره توی خونش نگهداری کنه. صندوق‌های طلا، حتی اگر بخواد توی طلا سرمایه گذاری کنه، صندوق‌های طلایی وجود داره که میبره منابعش اونجا قرار میده و ازش استفاده میکنه. این اعتماد وجود داره، درست؟ و این بازارها عمیق هستند، به مردم شناخته شده، شناسونده شدن، مردم اونها رو میشناسن. مشاورینی وجود داره که این مردم رو که میخوان سرمایه گذاری کنن، میخوان پورتفوی خودشون رو متنوع کنن، معرفی میکنن، مشاوره میدن که منابع مالی خودتون رو چگونه نگهداری بکنید، توی پورتفویتون چه داشته باشید، کدوم صندوق رو انتخاب بکنید. و هیچ دلیلی برای یک خانوار نیست، برای منی که مثلا هم بخوام بازار طلا رو دنبال کنم، هم بازار ارز رو دنبال کنم، هم بازار خودرو رو دنبال کنم. آقای دکتر، برمیگردم به یکی از نکاتی که از صحبت‌های و مصاحبه قبلی شما در واقع استخراج کردیم. ارز در ایران یک روند بلند مدت دارد و آن بحث فزاینده بودن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ماست. دلیل کاهش ارزش پول کشور هم مشخص است. این دلیل چیه آقای دکتر؟ دلیل ارزش پول، کاهش ارزش پول ما تورم. بذارید این گونه من نگاه کنم به قیمت ارز. تورم چه به ما میگوید؟ تورم به ما میگه که هر سال داره قیمت ها افزایش پیدا میکنه با یک نرخ رشدی، کم یا زیاد. به عبارت دیگه هر سال شما این لیوان رو باید با قیمت بالاتری خریداری بکنید. میدونید که سال بعد این لیوان 10%، 20% گرانتر از امسال هست. یا به عبارت دیگه ارزش پول شما سال بعد، این 100 تومانی که الان گذاشتید برای خرید این لیوان، سال بعد نمیتونید اینو بخرید. 10% کمتر شده به خاطر اینکه قیمت این رفته بالا. خب در مقابل دلار قرار داره. اون دلار ارزش پولش کمتر داره کاهش پیدا میکنه یا اصلا کاهش پیدا نمیکنه. برای سادگی فرض کنیم هر سال میتونه این لیوان رو با $1 خریداری بکنه. خب خیلی طبیعیه که به دلیل این افزایش قیمت ارزش ریال ما در مقابل اون دلار هم که اون سمت عدل کلنگ هست داره کاهش پیدا میکنه. بنابراین عمده ترین دلیل کاهش قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی تورمی هست که در اقتصاد کشور ما وجود داره. اگر دلیل رو تورم بدونیم، خود تورم رو شما یه موضوع پولی میدونین؟ یعنی یعنی نگاهتون به تورم یک نگاه پولیه یا نه؟ تورم عامل‌های مختلفی میتونه داشته باشه، درست؟ اون چیزی که در کشور ما در حداقل 5 دهه گذشته نشون داده شده، تورمی هست که ناشی از کسر بودجه دولت هست. و این کسری بودجه دولت که به صورت مداوم داره ادامه پیدا میکنه، از طریق در واقع چاپ پول، انتشار پول در واقع و استفاده از منابع بانک مرکزی صورت گرفته. این ریشه تورمی هست که در اقتصاد کشور ما به صورت تجربی تحلیل شده، نشان داده شده و میشه ازش دفاع کرد.
طبعا شما میتونید عوامل مختلفی رو برای تورم داشته باشین. دوستان ما هم همین تفکر رو دارن، اما نهایتش این هست که بیایم و بررسی کنیم ببینیم این کشور با این ویژگی‌هایی که هست خارج از این اتاق، خارج از دفتر من، بیرون به چه دلیلی داره قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه. و اونجا ما روش‌های علمی داریم که غالب اونها در واقع میتونم بگم بالای 95% منعکس کننده این هستن که تورم ما ریشه در کسری بودجه دولت و پولی سازی اون از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی داره. یک نکته رو من میخوام بهش توجه داشته باشید. ما وقتی که میگیم تورم، منظور اون افزایش قیمت نیست. منظور اون یک فراینده که توی اون فرایند قیمت‌ها توی یک مسیر فزاینده قرار گرفتن و هر ساله افزایش پیدا میکنن. هیچ شکی نیست که بخشی از قیمت‌ها، بخشی از کالاهایی که ما در داخل داریم مصرف میکنیم به صورت وارداتی هستند و این واردات بودن اونها باعث میشه که نرخ ارز توی قیمت اونها تاثیرگذار باشد. بنابراین این تصور که افزایش قیمت ارز قیمت‌ها رو افزایش میدهد درسته، اما این تصور که افزایش قیمت ارز تورم ایجاد میکند درست نیست. به خاطر اینکه شما ممکنه که به خاطر افزایش قیمت ارز قیمتتون افزایش پیدا بکند، اما این نمیتونه یک پروسه باشه. چه عواملی باعث میشه که دوباره قیمت ارز افزایش پیدا بکند؟ اون مهمه برای ما که این رو به یک فرایند تبدیل بکنه. این یک بحثیه که من میبینم خیلی اوقات به نوعی میتونم بگم دقیقاً من همین خواستم. یه عده از کارشناسا که الان مخالف حذف ارز 28500 هستن میگن اون تولید کننده که برای مواد اولیه‌اش برای ماشینالاتش ارز 28500 میگرفته، الان اگر بخواد ارز بیشتر با قیمت بالاتری بگیره، خب همشون که سرمایه‌دارگردشون از طریق تسهیلات بانکیه. این تسهیلات بانکی به کجا منعکس میشه؟ به بانک‌ها. یعنی همین الان 28500 بشه 60000 تومان، درخواست تقاضای پولی که از بانک‌ها میشه چقدر میشه؟ 2 برابر میشه. همین این بالا بردن قیمت ارز باعث میشه که تقاضای بیشتری به سیستم بانکی برای تأمین سرمایه در گردش، همین بخش بزرگ اقتصاد که حالا 90% تسهیلات ما فکر کنم سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی. و خب این اتفاق خودشو در نقدینگی، یعنی لوپ رو از این ور میبینن. خب الزاما این میتونه اتفاق نیفته. چرا بانک ما نمیتونه این تامین سرمایه در گردش رو تامین کنه؟ قاعدتا باید بتونه این کارو بکنه بدون نیاز به برداشت از منابع بانک مرکزی، به دلیل اینکه یک برخی از منابع اون به صورت دستوری به جای دیگر اختصاص پیدا کرده. دو، به دلیل اینکه بانک ما نمیتونه نرخ سود بیشتری بپردازه و منابعی رو جمع آوری بکنه به خاطر اینکه نرخ بهره کنترل شده. درسته؟ وقتی که ما تمام اینها رو کنار هم میگذاریم این مشکلات پیش میاد. ما نمیتونیم اقتصاد رو توی یک فریم خاص فقط بررسی بکنیم. بحث نرخ بهره ما کنترل داره میشه توی کشور ما که به نظر من شخصا بزرگترین مشکل کشور ما کنترل نرخ بهره است. کنترل اسمی نرخ بهره اسمی توسط بانک مرکزی است. این بزرگترین مشکل اقتصاد کشور ماست. من شخصا فکر میکنم این اتفاق میفته. بین پنجره بین بانکیون رو حداقل بانک مرکزیشون کنترل. یک تفاوت بسیار ریزی وجود داره. ببینید در کشورهای دیگه فرض کنید که مثلا آمریکا رو اگر میخوایم مثال بزنیم، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره رو کنترل میکنه یا اعلام میکنه، نرخ بهره خودش و بانک ها نزد خودش فدرال فاند ریت اعلام میکنه، نه اینکه به کاری بین بانک و مردم ندارد. یعنی حتی من دیدم که بعضی اوقات صحبت میشه که خب نرخ بهره توی آمریکا 3%. واقعا این نیست. شما وقتی که میرین توی آمریکا بستگی داره. شما میتونید برید آمریکا، نرخ بهره کردیت اون کارت اعتباری شما به عنوان یک فردی که تازه وارد شدید ممکنه 25% باشه، بعد از 2 سال ممکنه 6% باشه. شما میتونید وام مسکن بگیرید،
بسته به مسکنی که خریداری میکنید، بسته به اون تاریخ اعتباری که دارید، سابقه اعتباری که دارید، نرخ بهره‌تون پایین باشه، بالا باشه. این یه رابطه بین شمای تسهیلات گیرنده و بانک که تعیین میشه. به هیچ عنوان فدرال رزرو اینجا دخالت نمیکنه. بانک مرکزی ما تمام اینها رو میپره میاد، دقیق مشخص میکنه که شما بانک و من تسهیلات گیرنده، من سپرده‌گذار، چه عددی باید بین ما باشه. یعنی تمام. آقای دکتر، این دلیلش تجربه زیسته ناموفق دهه 90 نیست؟ مؤسسات مالی که نرخ‌های عجیب غریبی دهه 90 دوره اول آقای روحانی 40%، 70% کاسپیان و فرشتگان و اینها که خب آره، ببینید ما هر چیزی رو بخوایم بریم عقب میبینیم که مشکلات زیادی رو داریم. ببینید یکی این که خب در کشورهای دیگه شما الان حتی توی خود آمریکا هم میبینید که نرخ‌های بالا بعضی از نهادها میدن، ولی در کنارش میدونید که بانک‌ها ورشکست هم میشن. دولت کاری بهشون. بانک ورشکست هم میشه. من سپرده‌گذار وقتی پولمو میبرم توی بانک میگذارم که نرخ بهره داره خیلی عجیب و غریب میده، باید منتظر باشم که این بانک حتما داره یه اشتباهی میکنه، داره یه کار اشتباهی میکنه و یک جایی این بانک به زمین میخوره و سپرده من هم از بین میره. دولتی اونجا نیست. خب اینجا ما وقتی دولت میپذیره که من همیشه هستم، ریسک رو میپذیره، من چرا باید بترسم؟ من فعلا همون بازار بالای نرخ مؤسسه مثلا فرشتگان رو میگیرم تا خود بعدش خدا کریمه میرم جلوی بانک مرکزی هم 2 روز اونجا میشینم، دولت پول منو میده. ببینید یه مجموعه است که ما باید یک چطور بگم یک فلسفه اداره اقتصاد کشورمون سازگار باشه که ما چطور میخوایم این اقتصاد رو اداره کنیم، چه فلسفه‌ای داریم برای اداره این اقتصاد و اون رو جاری و ساری کنیم که توی تمامی فضای اقتصاد کشورمون، توی بازار پول، توی بازار سرمایه، توی بازار ارز و بازار نیروی کار. درست تمام جا باید ساری. نمیتونیم یه قسمتی رو کنترل کنیم، یه قسمت رو آزاد بکنیم، یه قسمت دیگر تغییر بدهیم. مشکلی که در واقع وجود داره اینه که شما بهترین کارشناسان دنیا رو هم بردارین بیارین، باسوادترینشون رو هم بردارید بیارید، نمیتونن این کار رو بکنن. این توهم ما باید روزی از خودمون دور بکنیم. این کار نشدنیه. کدوم کار دقیقاً؟ این که ما میتونیم همه چیز رو کنترل کنیم، برنامه ریزی شده پیش ببریم و آبم از آب تکون نخوره. این نشدنیه. تاریخ نشون داده که این نمیشود. درست؟ ما به عنوان، حالا من نه ولی اقتصاددانای بزرگ ما، اقتصاددانامون، ما همیشه دنبال مردم و بیزینسمن ها هستیم، کسانی که اهل کسب و کار هستن. ما نگاه میکنیم ببینیم اونها چی کار میکنن، بعد میفهمیم که اونها چی کار کردن. اونها همیشه یک قدم از ما جلوترن. ما نمیتونیم اونها رو کنترل کنیم. ما نمیتونیم تمام خواسته های اونها رو براشون در واقع فراهم بیاریم و بگیم دیگه راهی دیگه شما نرید. مثل ماجرای دزد و پلیسه. درسته؟ ما همیشه عقب‌تریم. بنابراین ما باید یک سری اصول و قاعده برای این بازی بگذاریم و اجازه بدهیم اونها بازی بکنن و ما فقط مواظب این اصول و قاعده باشیم. شما مثال زدید مؤسسات غیر اعتباری غیر بانکی که بعداً گفته شدن اینا غیر مجاز هستن. اون موقعی که کار میکردن کسی صحبت از غیر مجازیشون نمیکرد. ببینید ما حتی در اون موقع قوانین پولشویی داشتیم، بسیار هم خوب بود، اما این قوانین اجرا نمیشد. همه این مؤسسات غیر اعتباری در بانک‌های ما حساب داشتند و پولشون معلوم بود از کجا میاد به کجا میره. طبق قوانین مبارزه با پولشویی باید جلوی اینها گرفته میشد ولی نشد. درست؟ حالا در هر صورت حتی همون موقع ناظر پولی ما که بانک مرکزی هست قاعدتاً میبایست برای اینها نظارت میکرد و وقتی که صحبت از نظارت میکنیم بحثمون با دخالت متفاوته. یک سری معیارها هست که این بانک ها، حتی بانک های الان یا اون موقع هم میبایست میداشتند، ولی خب این نظارت صورت نپذیرفته بود، انجام نگرفته بود، هنوزم نمیپذیره. خیلی اوقات گزینشی صورت میگیره، میدونید، انجام میگیره. خب تا وقتی که اینو نداشته باشیم طبیعیه که یک بانکی هم ممکن پیدا بشه بیاد و مؤسسه غیر اعتباری یا حتی بانکی هم پیدا بشه که الان هم داریم، داره عملا دولت رو به گروگان گرفته. کاملا این بحث غریبی نیست توی ادبیات. بحث ادبیات بانکی
تحت عنوان مورال هازارد یا کژگزینی این کاملا شناخته شده است و بسیاری از قوانینی که داره توی دنیا داره شکل میگیره، هر روز اضافه میشه، برای مبارزه با این کژگزینی هست. خب ما میپذیریمش کژگزینی رو، خودمون داریم گسترشش میدیم. اگه برگردیم به همون موضوع صحبت قبلی، در واقع موضوع تورم و پولی بودنش، الان در حال حاضر حداقل از زمان در واقع حضور آقای دکتر فرزین تو بانک مرکزی سیاستی روی کار اومد به عنوان سیاست تثبیت که حالا شاید بارزه اصلیش کنترل مقداری ترازنامه بانک ها بود و بعد از اون دیدیم که پارسال یه تارگتی برای اولین بار من تو ذهن خودم برای اولین بار تارگتی برای رشد نقدینگی در بانک مرکزی گذاشته شده. یکی از چیزایی که تو بانک‌های دیگه هم می‌بینیم، بانک‌های مرکزی یعنی تارگت گذاری میشن که این اتفاق مثلا بیفته سی پی آی رو برسونیم به این بازه، جی دی پی رو برسونیم به این بازه و موفق هم بودن. الان هم گزارش‌هایی تا اردیبهشت نشون میده که به تارگت سال 403 هم نزدیکن که حالا مثلا نرخ رشد 23% باشه. ولی میبینیم که حالا توی تورم تولید کننده پی پی آی و سی پی آی حالا تولید کننده برگشته برای اولین بار تو کانال 20%، ولی این سیاست موفق پولی انگار تو به تورم به یه هسته سختی برخورد کرده دیگه. انگار به معنی که میخوام ساده نگاه کنم میگم پس لزوما اون چاپ پوله نبود که افزایش نقدینگی نبود که تورم، شاید تورم از سرعت گردش پول، از نگاه به آینده اینها اثر میگیره. در واقع شما اگه بخواید بررسی بکنید چگونه میبینید که این نقدینگیه که کاهشی شد و رسید به کانال 23% ولی تورم پا به پاش نیومد تا کانال 20%؟ ببینید میخوام برگردم به دلار، یعنی آره. بگیم این تورمه چون باعث دلار هم هست. یه نکته رو من بگم، چند جای دیگه هم گفتم، اینجا هم اجازه بدیم بگم. ببینید نرخ رشد نقدینگی یک متغیری هست یا یک واژه‌ای هست که ما اقتصاددونا تو دهن مردم انداختیم. مردم عادی هیچ دلیلی نداره که دغدغه نرخ رشد نقدینگی رو داشته باشن. اونا نگاه میکنن به تورم، اونا نگاه میکنن به قیمت ها، اینکه هر روز صبح که میرن بازار قیمت ها تغییر کرده یا نه، اونا اون براشون مهمه. درسته در محافل تخصصی سیاست گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی یک موفقیت تلقی میشه، اما نهایتش باید اون مردم صبح که میرن خرید ببینن که نه، قیمت ها بالا نرفته، خوبه، میتونیم همچنان خرید بکنیم. این همطوری که شما فرمودین اتفاق نیفتاده. دلایل متعددی میتونه داشته باشه. ببینید ما، حالا من به صورت تجربی بگم، خیلی از آمارهایی که داده میشه ما باید با این آمارها خیلی دقیق تر برخورد بکنیم، ببینیم که درون این آمارها چی هست، تعاریف آمارها چه تغییری کرده و چه رویه‌ای رو پی گرفته. کنترل مقداری ترازنامه عملاً بانک‌ها رو محدود کرده به این که یک نرخ رشدی رو توی ترازنامه‌شون سمت دارایی‌ها داشته باشن که اون هم حالا فرض کنیم که عادلانه صورت پذیرفته، بین همه بانک‌ها واقعاً به تناسب نیست و نباید هم باشه. بانک‌های خوب داریم، بانک‌های بد داریم، از این زاویه به بانک‌ها داره و نظام بانکی ما داره آسیب میرسونه، ولی عملاً باعث شده که اون میزان نقدینگی که در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار می‌گرفت کم بشه و این از یک طرف باعث میشه که اون بنگاه‌ها نتونن سرمایه گذاری بکنن، نتونن کالاها و مواد اولیه رو در واقع وارد بکنن یا تولید خودشون رو بالا ببرن. در مقابل یک سری اقلام حذف شده، یعنی اینکه شما میتونید منابع خودتون رو به دولت بدهید، اوراق قرضه خریداری بکنید، اما در رشد ترازنامه‌تون محسوب نشود. یعنی چی؟ یعنی شما بانک کارگزار دولت هستید، منابع رو جمع‌آوری کنید، در اختیار دولت قرار بدهید، هیچ ایرادی نداره. ما وقتی که میگیم نرخ رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است،
ترکیب و کیفیت اون افزایش نرخ رشد نقدینگی هم باید بهش توجه داشته باشیم. ما همچنان می‌بینیم که بدهی دولت به بانک‌ها در حال افزایش. این یعنی تورم، این یعنی نرخ رشد نقدینگی. شما میتونید توی آمارها و ارقام اون رو به نوع از کدوم سمت دارن کاهش میدن؟ اگه نرخ بدهی دولت به بانک ها داره افزایش میده، کجا داره کاهش پیدا میکنه که کل نرخ اومده پایین، کل نرخ رشد نقدینگی اومده پایین؟ یعنی از کدوم قسمت ما دوچار کاستی کم بهتر از گذشته عمل کردن که این اتفاق؟ نه، ببینید اینکه نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده شکی نیست. من در مورد کیفیتش دارم صحبت میکنم. درسته؟ ما اطلاعاتی که در واقع از بانک هامون داریم، حداقل بانک هایی که توی بورس و اینها هستن و بانک آمار سرجمی که در واقع خود بانک مرکزی البته با تأخیر در واقع منتشر میکنه، میتونیم ببینیم که همچنان بدهی دولت به بانک ها هم موجود هست و هم در حال افزایش است. بگذاریم بعد از یه مدتی اون رو تبدیلش میکنن به افزایش سرمایه بانک، ولی پولی که در واقع خلق شده، درسته، و توی جامعه به وجود اومده و این بیانگر تورم هست، میتونه تورم رو ایجاد کنه. اما نکته دیگری هم که باید بهش توجه داشته باشیم که امیدوارم این اتفاق بیفته، این هست که رابطه تورم و نقدینگی الزاماً یک رابطه یک به یک امروز فردا نیست. یعنی توی اقتصاد ما وقتی که صحبت از روابط میکنیم به هیچ عنوان زمان توی اونها نیست. یعنی ما نمیگوییم اگر امروز نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد فردا نرخ تورم کاهش پیدا میکنه، اما میگوییم اگر نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد نرخ تورم هم کاهش پیدا خواهد کرد. فرداشو نمیدونیم، پس فرداشو نمیدونیم، ولی میدونیم کاهش پیدا خواهد کرد. اگر این سیاست ادامه پیدا کنه بدون اینکه به بخش تولید ما، صنعت ما در واقع آسیب برسونه، که مجددا برمیگرده دوباره خیلیش به نظر من اعتبارات تکلیفی و این گونه بحثا، اگر این ادامه پیدا بکنه میتونیم انتظار داشته باشیم که تورم هم کاهش پیدا بکنه. است الان اتفاق نیفتاده، 1 ساله، هیچ به نظر من نکته عجیبی نیست، چون که ما این انتظار داریم که این سیاست اتفاق پیدا ادامه پیدا نکنه، چون که داره فشار میاره به بخش صنعت ما. ادامهش مهمه آقای دکتر یا ابزارهای تکمیلی؟ چون مثلا بعضی از اساتید میگن که حالا مثلا که این اتفاق افتاد، حالا وقت افزایش نرخ بهره است که بانک هم سمتش رفت آخر سال گذشته تا یه حدودی. اون افزایش رو من باور ندارم به عنوان افزایش نرخ بهره، چون که اون موافق بودین که اون در واقع اون تکمیل این سیاست کنترل ترازنامه‌ای باید افزایش نرخ بهره انجام میشد یا نه وقتش نبود؟ نه، ببینید اون یک طرح بود که در بخشنامه بانک مرکزی هم مشخصاً گفته شد برای پروژه های خاص و یک بار هم بود. این به هیچ عنوان به هیچ عنوان به این مفهوم نبود که نرخ بهره رو ما افزایش دادیم که تورم رو کنترل کنیم. برای پروژه های خاص یک سری وام های در واقع تسهیلاتی قرار شد که با نرخ بیشتری پرداخت بشه، سپرده بیشتری هم جذب بشه. چه شد توی اون برنامه؟ 98% از منابعی که در اختیار بانک ها بود با نرخ پایین‌تر فقط تغییر نرخ پیدا کرد. تغییر ماهیت بین پول و شبه پول تغییر نرخ پیدا کرد. اکثرا هم، حالا من چون خودم تو بانک هستم، اکثرا هم سپرده‌های بلند مدتی بودن که دوباره همون سپرده‌های بلند مدت باقی ماندن، ولی نرخ‌هاشون افزایش پیدا کرد. یک هزینه‌ای رو بر دوش بانک‌ها اضافه کرد. نرخ متوسط نرخ منابع جدیدی جذب نشد، اما یه قابلیت داشت. این منابع رو ماندگارتر کرد و ماندگاری اینها به نظر من باعث شد که بازار ارز برای اینها جذابیت نداشته باشه. من به نظر خودم شخصی این هست که بیشترین خواسته بانک مرکزی کنترل بازار ارز بود، چون که این بالا بردن نرخ و افزایش اون تسهیلات خودش افزایش نقدینگی بود. اما به نظر من بانک مرکزی خواست بازار ارز رو کنترل کنه، منابع رو چسبندگیشون رو بیشتر بکنه، چه بسا که در 1 ماه آخر سال هم اوراق ودیعه‌ای رو در واقع منتشر کرد برای سپرده‌های کوتاه مدت 1 ماهه با نرخ‌های بسیار بالا 27% و اینها.
یک گلیگی اینجا در واقع من بخوام از سیاست گذاری پولیمون بکنم. سیاست گذاری پول، کسی که سیاست گذاری میکنه بانک مرکزی باید بیاد اینها رو دقیق برای مردم توضیح بده. ما نباید حدس بزنیم که چرا بانک مرکزی این کارو کرد، چرا اون کارو کرد. من الان فکر میکنم به خاطر نرخ ارز بوده، دیگری میگوید نه به خاطر کنترل نرخ تورم بوده. چرا ما باید این حدسا رو بزنیم؟ خب چرا نمیان و دقیق توضیح بدن؟ بانک مرکزی باید در راستای این به این دلیل ما داریم این سیاست رو اتخاذ میکنیم. چرا ما نباید بدونیم و حدس بزنیم؟ حالا هر کس هم یه حدسی میزنه برای خودش، درسته؟ اینم یه ایرادیه که در واقع ما تو سیاست گذاری اقتصادیمون داریم که با مردم صحبت نمیشه. همیشه میایم انشالله ماشاءالله میکنیم ولی هیچ موقع صحبت‌های تخصصی و صحبت‌های دقیق رو نمیکنیم. این خیلی معموله توی دنیا. شما میبینید که اگر رئیس بانک مرکزی میاد صحبت میکنه همین حرفا رو میزنه و در واقع کسانی که اهل کسب و کار هستن از این صحبت‌ها استنتاج میکنن، برنامه‌ریزی میکنن برای آیندهشون. ما این مشکل رو داریم متاسفانه، ولی من بیشتر اون سیاست افزایش نرخ بهره رو برای کنترل بازار ارز میدونم. در واقع افزایش نرخ بهره نمیدونیمش، فقط یه طرح موقت. شما الان میبینید که بازار برعکس این برداشت کرد، یعنی بازار سهام واکنش منفی داد، گفت تو نرخ تامین مالی منو به هم زدی، خود دولت نتونست اوراقشو بفروشه، چند وقت نرخ اخذار رفت بالای مثلا 33.5%. یعنی بازار جوری واکنش داد که این حرکت به قول شما در واقع جزئی و خاص رو یه حرکت افزایش نرخ بهره حساب کرد. همینطوره. ببینید این هم دوباره برمیگرده به همون مشکلات کلانی که ما توی بازار پول داریم. شما بانک رو دارید به عنوان بزرگترین نهاد مالی، نهاد پولی کشور، که این بانک منابع مردم رو در اختیار داره و اون منابع رو باید در واقع به بهترین کارها اختصاص بده. پول سپرده‌گذار رو هر لحظه سپرده‌گذار اومد باید به او پس بدهد، باید به او بهره رو بدهد. اما تصمیم گیری در مورد اینکه این منابع چطور باید مورد استفاده قرار بگیره در جای دیگر صورت میپذیره. در مجلس تصویب میکنند که ما فرضاً وام مسکن بدهیم با این نرخ و با این طول دوره. رئیس جمهوری در واقع قصد میکنه کاندید بشه، به عنوان شعارش منابع بانکی رو شروع میکنه به تقسیم کردند. بانک مرکزی خیلی ساده تصمیم میگیره که بازار ارز رو کنترل کنه، اما میاد میگوید که خب یک ماه اوراق ودیعه 27.5% منتشر بکنید، هزینه‌اش هم با خودتون. خب این عملا باعث میشه که این نهاد عمده پولی شما تضعیف بشه. یه بنگاهه، این بنگاه تضعیف بشه و وقتی که تضعیف میشه نمیتونه که بانک درش کرکرا رو بکشه پایین، میره سراغ بانک مرکزی، از منابع بانک مرکزی استفاده میکنه. این مقصر شناخته میشه، مهم نیست که مقصره، ولی بارش میفته رو دوش مردم. ما این مشکل رو الان توی اقتصاد کشورمون داریم. درسته بانک مرکزی به هر دلیلی تصمیم گرفته یک سری سپرده های در واقع گران قیمت خریداری بکند و گران قیمت اونها رو به فروش برساند، اما بازار این سیگنال رو گرفت که نرخ افزایش پیدا کرده و افزایش هم پیدا کرد و این باعث میشه که بانک ها، حتی بانک های بسیار خوب ما، توی این رقابت مجبور باشن که دنبال این سیاست حرکت بکنند و این اتفاق افتاد. ولی الان میبینیم دارن عکسش رو عمل میکنن، یک هزینه زیادی رو روی دوش بانک ها گذاشتن، بانک ها رو تضعیف کردن و الان داره عکسش عمل میشه. یه جوری عدم تمرکز در واقع تو حوزه سیاست گذاری، هم تو حوزه پولی هم تو حوزه مشکل عمده ما، مجددا برمیگردم، سیاست گذاری پولی ما به جای اینکه رابطه خودش و بانک ها رو تنظیم کنه، مستقیم میاد و روی رابطه بانک ها و مشتریان نقش میگذاره. به جای اینکه سیاست‌های نظارتی مناسب طبق استانداردهای جهانی وجود داره، ما لازم نیست چیزی رو خلق بکنیم، استانداردهای جهانی رو توی بخش نظارت در واقع پیاده سازی بکنه، محکم پیاده سازی بکنه،
به دخالت روی میاره. بسیاری از سیاست‌های نظارتی رو با دخالت در اونها، با تغییر در اونها، تغییر ماهیت داده. خب اینها تماما مشکل زاست. ما یک تجربه بین‌المللی داریم. به عنوان مثال شما صحبت از کفایت سرمایه بانک ها می شود. درسته؟ یک معیار بین‌المللی که همه کشورهای دنیا به اون توجه دارن مشخصه. چرا باید توی کشور ما کفایت سرمایه منفی باشد؟ اصلا معنیش چیه کفایت سرمایه منفی؟ من اینا همیشه دارم میپرسم که ای کسانی که نوشتید این آیین‌نامه رو و الان میبینید یک بانکی داریم که 3000% کفایت سرمایه‌اش منفی است. خب این یعنی چه؟ این اصلا افتخار نیست. ما تو سیستممون یک چیزی داشته باشیم به نام کفایت سرمایه منفی که اصلا تعریفش نمیتونیم بکنیم. استاندارد جهانی. اصلا یعنی چی آخه؟ بالاخره باید تعریفش بکنیم دیگه ها. و بعد اصلا چرا به اینجا رسیده؟ پس شما کجا بودید؟ یک شبه که نمیشه که بانک مثل یک کشتی نفتکشه. کوچکترین تغییری میخواد بکنه از کیلومترها دورتر باید این سکان رو یکم بچرخونه که مثلا شاید 40 کیلومتر اونورتر 1 متر مثلا مسیرش عوض بشه. یک شبه که اتفاق نیفتاده. خب این بالاخره کار شما چی است؟ کار شما این نیست که بیاین مثلا ببینید که در این شعبه مثلا نرخ چقدر داده میشود یا نمیشه. کار شما همین هست. اینا مشکلاتیه که ما سالیان ساله داریم، نه اینکه حالا بگیم مال امروز و دیروزه. همون دهه 80 هم که شما فرمودید که این مشکلات برامون پیش اومده، خب از همون موقع ها بوده. من این بحث یه نکته فقط اضافه کنم چون میدونم پیش میاد. خیلی اوقات صحبت میشه که خب ما دفعه 70 مشکلات رو نداشتیم. مشخصه چون که بانک خصوصی نداشتیم. مشکلش بانک خصوصی نیست. بانک خصوصی اومد و این مشکلات رو آورد بیرون، روشنش کرد، چون که بانک خصوصی باید تو بازار سرمایه نشون بده خودش رو. ولی بانک‌های دولتی همین مشکلات بود اما کسی ازش خبر نداشت. چرا الان اگر بانک ملی ما گفتیم میشه 70,000 میلیارد زیان انباشته داره، اصلا کسی نگران نیست، بخاطر اینکه تو بازار سرمایه نیست، شفافیت ندارد. ولی اگر یه بانک کوچکی رو میبینید زیان داره، همه ازش صحبت میکنن. این شفافیتی که به خاطر خصوصی سازی پیش اومد رو نگذاریم گردن خصوصی سازی یا بانک خصوصی، بگذاریم اینکه این روند رو شفاف کرد. اگه نه این مشکل ما از ابتدا بود، منذر بود، کسی نمیدیدش. آقای دکتر، ما در واقع صحبت‌ها و مصاحبه‌های قبلی شما رو که بررسی می‌کنیم، جنبندی اینه که شما مخالف سیاست‌های تثبیتی تو حوزه نرخ ارز ترجیحی، همچین اتفاقاتی که حالا همه دولت‌ها کم و بیش با همه گرایش سیاسیشون داشتن هستیم. و یه جایی یادم گفته بودیم که شاید ثابت بودن نرخ ارز برای مردم عادی راضی کننده و خوشحال کننده باشه، ولی سیگنال منفیه برای در واقع اقتصاد. اینو یه توضیحی میدین؟ چون یه بخش دیگه میگن آقا بیاین نرخ ارز و پارامترها رو تثبیت کنیم که برای اون فعال اقتصادی پیش بینی پذیری ایجاد کنیم، بگیم آقا تو تا آخر سال بدون با این دلار میخوای وارد بکنی. این دوتا چجوری با هم جمع میشن؟ ببینید، ساختار اقتصاد کشور ما یک ساختاری هست که ما باید با توجه به اون در واقع سیاست هامون رو انتخاب بکنیم و اجرا بکنیم. ما یک کشوری هستیم که عمده درآمدهای ما، درآمدهای ارزی ما از فروش نفت حاصل میشه و این درآمدها ابتدا به دست دولت میاد و بعد دولت تصمیم میگیره که این ارز رو چطور به اقتصاد تزریق بکنه. از طرف دیگه نقش دولت در اقتصاد ما بالاست. حالا یکی ممکنه بگه 60%، یکی ممکنه 70%، ولی بالاست. اینو میدونیم که بالاست. یه بازیگر بزرگه. بازیگر بسیار بزرگه در اقتصادمون، چه به صورت فعال چه به صورت قوانینی که میگذارد. اینو من فکر می‌کنم پذیرفته شده است. بنابراین صحبت وقتی می‌کنیم از بازار ارز، من میگویم ما بازار ارز نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که بازار تعریف می شود، بازار رو نه به مکانش، نه به جایی که خرید و فروش میشه، بلکه به بازیگرانش تعریف می کنند. وقتی که شما در یک سمت بازار که عرضه هست، یک نفر رو دارید که 80% ارز در اختیارش هست،
و با قدرت قانونگذاریش اون 20% بقیه هم میتونه تحت تاثیر قرار بده، در سمت تقاضا هم همون فرد رو دارید که 70% تقاضا در اختیارش هست و باز قدرت قانونگذاری داره، ما عملاً چیزی به اسم بازار که رابطه مبادله و خرید و فروش آزادانه و داوطلبانه صورت بپذیرد رو نداریم. این ساختار اقتصاد ماست. اگر روزی بخوایم این ساختار رو نداشته باشیم، باید یه اقتصاد متنوعی داشته باشیم که بتونه منابع ارزی متنوعی رو به این بازار تزریق بکنه، 80% در اختیار دولت نباشد، منابع زیادی باشه از صادرات و اینها، منابع ارزی وارد بشه که اون وقت دولت قدرتش بیاد پایین، اون اصطلاحاً بهش قدرت بازاری دولت تو سمت عرضه کاهش پیدا بکنه. اون وقتی که ما میتونیم یه بازاری داشته باشیم و صحبت بکنیم از بازار ارز. تا اون موقع ما بازار ارز نداریم. درسته الان بازار ارز قیمت فرض کنید دلار در بازار الان 60,000 تومان هست، بالا پایین، درست؟ ولی این 60,000 تومان به هیچ عنوان منعکس کننده قیمت دلار در کشور ما نیست. شما الان خودرو با قیمت 150,000 تومان، حالا کم و بیش، داره قیمت گذاری میشه، برخی کالاها پایین‌تر، برخی کالاها بیشتر. بنابراین ما بازار ارزی نداریم. اون بازار قاچاق هست، منع قانونی داره، بخش عمده بازار داره با 28,500 یا الان 42,000 تومان در واقع داره تأمین میشه. ممکنه از این به اون بازار در واقع اصطلاحاً نشتی داشته باشه، لیک داشته باشه، اینها همه هست. بنابراین ما یک محیط شفافی رو نداریم برای بازار. ما باید بازار رو برای صنعتگران، برای تجارمون، برای اهل کسب و کار پیش بینی پذیر کنیم. این به معنی اینکه ارز رو ثابت نگه داریم نیست. بازار باید پیش بینی پذیر باشد به این مفهوم که من فعال اقتصادی بتونم با نگاه کردن به دور و بر خودم، بتونم با نگاه کردن به اینکه وضعیت کسب و کار به چه صورته، وضعیت تورم به چه صورتیه، وضعیت بودجه دولت به چه صورتی هست، یک پیش بینی رو از نرخ ارز در سال بعد داشته باشم که این پیش بینی 100% خطا دارد، الزاماً دقیق نیست، این با تثبیت فرق میکنه، اما اون خطاش رو من میپذیرم به خاطر پیش بینی خودم. هزینه پیش بینی هست که من میکنم، درسته؟ اما اون خطا اونقدر زیاد نیست، درسته؟ برمیگرده به اون پیش بینی که من داشتم، به اون برآورد و استنباطی که از اقتصاد داشتم. بنابراین دولت به نظر من، ما نمیتونیم نرخ ارز رو ثابت نگه داریم به دلیل اینکه تورم داریم، ارزش پولمون داره کاهش پیدا میکنه، به دلیل اینکه منابع ارزی نامحدود نداریم که با یک قیمت ثابت تمام بازار رو پوشش بدهیم، مجبوریم برخی از بازار رو پوشش ندهیم، منابع ارزی ما محدود هست. درسته؟ این فرق میکنه کشوری مثل ایران با کشوری مثلا مثل امارات که میتونه با تزریق منابع نرخ خودش رو در واقع کنترل کنه. ما این چنین منابع ارزی رو دیگه در اختیار نداشتیم. یه سالهایی داشتیم تزریق میکردیم به بازار و نرخ رو نگه می‌داشتیم، ولی الان دیگه اونو نداریم. یعنی اگر این منابع هم داشته باشیم با این رویکرد بعضن که مثلا کشورهای نفتی دیگه مثل نروژ، مثل عربستان که صندوق‌های مدیریت ثروتی دارن که اصلا این پول نفت وارد فضای اقتصادشون، با همچین چیزی موافقین یا نه میگین اگر که منابعی بود حالا بیا تو هم تو این زمین بازی کن؟ آره نه، ببین اگر منابعی باشه ما اینو بیاریم یعنی پولمون رو دور ریختیم، ولی نرخ ارز ثابت نگه داریم. کاری که تو این 40 سال 50 سال گذشته از ابتدای مثلا سال 53 به بعد کردیم، یعنی پولی رو که داشتیم و دور ریختیم، ولی هزینه یا منفعت این دور ریختن این بوده که نرخ ارز رو ثابت نگه داشتیم یا کنترل کردیم که نهایتاً هم واقعا به دردمون نخورده. کاش این کار رو نمی کردیم. درسته؟ الان اصلا دیگه اون قابلیت رو هم نداریم، دیگه منابعی نداریم که به بازار تزریقش بکنیم. الان دیگه بحث انتخاب نیست. پس ما باید قاعدتاً یک نرخ ارزی داشته باشیم که این نرخ ارز از یک روندی متناسب با سیاست‌های اقتصادی ما تبعیت بکنه. درسته؟ ثابت نیست، اما پیش بینی پذیره. پیش بینی پذیریش به این مفهومه که یک ارتباط مشخصی با یک سری از متغیرهای اقتصادی ما داره، دولت اینو مشخص کرده، به اون وفادار هست
و من فعال اقتصادی هم میدونم که اگر تورم افزایش پیدا کرد، نرخ ارز ماه بعد افزایش پیدا میکنه. حالا چقدرش رو خودم پیش بینی میکنم و ریسک اون پیش بینیش رو هم برمیدارم. اینکه آیا تورم افزایش پیدا میکنه، من پیش بینی میکنم که این سیاست دولت تورمزاست. درسته؟ پس من دیگه نگاهم به نرخ ارز نیست، نگاهم به سیاست‌های دولته، نگاهم هست به اقتصاد بین الملل و بر مبنای اونها میتونم پیش بینی کنم که یک سری از متغیرها چه خواهند شد و بر مبنای اون متغیرها اون وقت و این رابطه‌ای که دولت اعلام کرده که من بهش پایبند خواهند بود، نرخ ارز چه حدودی خواهد بود. اون وقت این به من قدرت پیش بینی میده. یک قدرت پیش بینی میده که بر مبنای رفتارهای دولت، اون وقتی که برای من مهم میشه، اگر دولت الان میره توی مجلس و میگه که من میخوام طرح مسکن مهر رو بسازم، من صنعتگر، من فعال اقتصادی میدونم که خب این میتونه به تورم منتهی بشه، میتونه نرخ ارز رو تغییر بده. دیگه فکر نمی‌کنم خب اون میخواد اون کارو بکنه، نرخ ارز که ثابته. درسته؟ بنابراین این رابطه رو ما باید وصلش بکنیم. یک رابطه در واقع تا وقتی که یک اقتصاد متنوعی نداشته باشیم که بازار نرخ رو در واقع تعیین بکنه، من اسمشو میگذارم یک قاعده رفتاری رو باید دولت برای تعیین نرخ ارز تعریف بکنه که این قاعده رفتاری متناسب باشه با سایر سیاست‌های پولی و مالی و که در داخل کشور در واقع اتخاذ میکنه. یعنی تخمین نرخ ارز یه ریسکی که در واقع فعال اقتصادی باید خودش قبول بکنه. بگه که دولت تو دیگه 28,500 نمیدی به من تولید کننده، ولی میگی این کارو میکنم، من با اینا باید خودم یه برآوردی بکنم که بگم آقا نرخ ارز تا 6 ماه بعد که مثلا من به ارز نیاز دارم چقدر هست. این مسیر درست‌تریه تا اینکه مرکزی بگه من به همون موقع بازم 28,500. آفرین. اما دولت هم به اون قاعده‌ای که معرفی میکنه پایبند باشه. مشکل ما تو ایران همین بوده که یه کاری 6 ماه انجام میدن، 6 ماه بعد مجلس میاد یا یه کسی دیگری میاد یه طرحی میدیم، اصلا اونو بندازیمش دور، از این بعد فیکسش میکنیم. ما مثلا طرح تثبیت قیمت‌ها رو داشتیم سالهای 83 و 4 بود فکر میکنم. خب اون موقع در مورد قیمت بنزین خوب بود یا بد بودش رو صحبت نمی‌کنم. تصمیم گرفته شده بود که هر سال 20% افزایش پیدا کنه. در یه سالی یه عده‌ای اومدن و گفتن این کارو نکنیم. اون 20% یه قاعده بود. نمیخوام بگم قاعده خوبی بود یا بدی بود، ولی یک قاعده‌ای بود که این سیگنال رو داشت میداد که قیمت بنزین هر سالی 20% افزایش پیدا میکنه و شاید اگر ادامه پیدا میکرد ما الان در وضعیت بسیار بهتری بودیم نسبت به الانی که هستیم. در مورد ارزم ما باید یه قاعده داشته باشیم. درسته 20% رو فیکسش نمی‌کنیم، ولی میگیم این نرخ تابعی هست از نرخ تورمی که اتفاق میفته، تابعی هست فرضاً از، حالا میگم اینش بحثه، نرخ بهره است، تابعی هست از مثلا نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد صنایعمون هست، یک قاعده‌ای هست. اونو حالا باید بشینن بعداً فکر بکنن و ببینن چی هست. اونا چیزایی که میشه روش فکر، ولی قاعدتاً یه قاعده‌ای وجود داره، دولت دستورالعمل خودش قرار میده و این نرخ رو باهاش تغییر میده. من فعال اقتصادی هم میدونم اون وقتی که برام سیاست‌ها مهم میشه، ارتباط این سیاست‌ها با اون نرخ ارز که برای من مهمه یه رابطه مشخصه، بنابراین من نسبت به این سیاست‌ها عکس العمل نشون میدم که دولت این کاری که داری انجام میدی میتونه تورم ایجاد کنه و اونجا منو با زیان روبرو بکنه، پس این کارو نکن یا بکن. درسته؟ ما باید این کارو به نظر من میاد با توجه به ساختار اقتصادی که ما داریم باید انجام بدیم. یه نکته رو بهش توجه داشته باشید، بالاخره وقتی که توی اقتصادی 80% ارز دولت داره تأمین میکنه، 80% اقتصاد هم در اختیار دولت هست و خودش بزرگترین مصرف کننده ارز هست، این دولت در ابتدای سال یک بودجه‌ای رو تصویب میکنه و اون بودجه هم بر حسب واحد پول ملی ماست، یعنی ریاله. به وزارت بهداشت گفته میشه که من به شما فرضاً 1 میلیارد تومان میدم که این 1 میلیارد تومان با ارز 10 تومانی مثلا میشه، حالا چقدر میشه، 100 میلیون دلار فرض کنید، حالا اشتباه میکنم و بهش توجه نکنید، میشه یه عددی. درسته؟ خب در انتهای سال وزارت بهداشت میگه به من اون 100 میلیون دلار رو بده، اون 10 میلیون دلار رو بده، من کاری ندارم این 1
1 میلیارد ریالی که به من دادی چقدر؟ من دارم میخوام برم بیرون خرید بکنم. دولت مجبوره که اینجا که نرخ ارز رو برای اون ثابت نگه داره. درسته؟ چون که این ساختار اقتصاد ماست. بعد ثابت که نگهش میداره، بازار بیرون که با حرف دولت دیگه عمل نمیکنه، اونجا یه نرخ دیگری اتفاق میفته، اون وقت میشه بازار دو نرخی. درسته؟ این ساختار یه بازار دو نرخی رو همیشه به ما تحمیل میکنه. من همیشه از این واژه استفاده کردم که نرخ ارز واحد یکسانسازی یه افسانه است تو این چارچوب اقتصادی ما. تا وقتی ما یک اقتصادی نداشته باشیم که منابع ارزیش متنوع باشه، از منابع مختلف و غیر دولتی بیاد، ما نمیتونیم حرف از یکسانسازی نرخ ارز بزنیم. این ساختار خواهی نخواهی ما رو به دو نرخی همیشه با حالا این نرخی هایی که وجود داشته میکشونه. اگر هم یه دوره هایی رو مثال میزنن، یک، اون دوره بسیار کوتاه بوده، دو، در اون دوره منابع ارزی زیادی داشتیم که دولت تونسته با استفاده از اونها اون دوره کوتاه رو پوشش بده. ولی دو نرخی ذات این سیستم، در واقع این ساختار اقتصادی ماست. یه اقتصاد نفتی که دولت نفت بسیار دسترسی دولت به منابع نفتیه. از اون طریق توزیع میشه و این دولت که داره در موردش تصمیم میگیره. هر موقع اون نقش کاهش پیدا کرد، ما اون وقتی که من فکر کنم نرخ ارز اهمیتش تو اقتصاد ما، نه اینکه اهمیتش کم بشه، اون اهمیت کنترلش در واقع این چیزی که الان مسئله هست و همش بحثه در واقع از بین بره. ولی تا وقتی که این ساختار رو داریم به نظر من هم آقای دکتر، سابقه شما رو که بررسی بکنیم خیلی تمایلی به کار دولتی ندارید. بعیدم است اگه در دولت فعلی بهتون پیشنهاد بشه قبول بکنید، ولی فرض بکنیم که می‌خواید یک دستور کاری بذارید رو میز حالا با رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، که اگر تو حوزه ارز که حالا موضوعمون هست می‌خواید مشکل رو حل بکنید، 4 تا گام رو برداریم، 5 تا گام رو بردار، اون دستور شامل چه نکات و چه گام‌هایی میشه؟ ببینید، واقعیت اینه که اقتصاد خیلی پیچیده است. ما نمیتونیم اقتصاد رو از سایر جنبه‌های سیاست‌گذاری و زندگی اجتماعی جداش بکنیم. برای من خیلی سخته که بگم مثلا اگه از رئیس کل بانک مرکزی فردا این سیاست رو اعمال بکنه مشکلات اقتصادی ما حل میشه. اصلا این چیزی نیست واقعا. یک مجموعه بسیار پیچیده‌ای هست که در مقابل دولت مردان قرار داره. اون چیزی رو که من میتونم الان راجع به کلیت این سیستم بگم این است که ما مشکل تحریم ها مشکل بسیار جدی برای اقتصاد ماست. ما باید در جهت شاید بگیم رفع تحریم ها کار ما نیست الان و این تحریم ها هستند، درسته؟ ولی باید در این جهت حرکت بکنیم که هزینه و ریسک طرف مقابل رو برای کار کردن با بنگاه‌های ایرانی کاهش بدیم. واقعیت اینه که خب درست تحریم ها وجود داره، ولی تحریم ها قانون یک کشور خاص هست علیه ما، قانون بین المللی دیگر نیست. اینکه این قوانین اجرا بشود از طرف بنگاه‌هایی که با ما خرید و فروش میکنند برمیگرده به اینکه اون بنگاه‌ها چقدر ریسک برمیدارند. ما باید سعی کنیم این ریسک رو برای اونها کاهش بدیم. یه مقدارش برمیگرده به نوع روابطی که ما با کشورها خواهیم داشت، اون سیگنالی که نشون میدیم، اون علائمی که نشون میدیم. واقعیتش این هست که ما الان همزینه‌های ما داره زیاد به پای ما نوشته میشه. من فکر کنم آقای قالیباف بود توی انتخابات گفتن که 30% هست. خب این 30% یعنی چی؟ یعنی اگر ما $10 خرید میکنیم $13 میپردازیم. اگر $10 میفروشیم $7 میگیریم، کم و بیش، درسته؟ خب این هزینه خیلی بالاییه و این هزینه داره به مردم تحمیل میشه. و فقط این نیست، فقط این 30% که میپردازیم نیست. وقتی که شما تحریم رو دور میزنید یعنی که تمام این خرید و فروش شما میره در پستو و اون پستو 1001 اتفاق میفته. اینا مشکلات خرد بنگاه‌های ماست. درست از لحاظ اقتصادی ممکنه ما نگاه کنیم بگیم که خب ما در سال گذشته مثلا $40 میلیارد خرید و فروش کردیم، مشکلی نداشتیم. اما یک بنگاه کوچیک خرد ما براش مصیبته. خرید و فروش کالا، انتقال پول، ریسک بالایی رو برمی‌داره و تمام اینها داره منتقل میشه به اقتصاد ما. چرا انتظارات ما بهبود پیدا نمی‌کنه علیرغم
برخی شاخص‌های مثبتی که در واقع تو اقتصاد ما اتفاق افتاده. به خاطر اینکه این ریسک‌ها همچنان وجود داره. من برای دولت بعدی واقعا فکر می‌کنم اولین قدمی که باید برداشتن تحریم‌ها خیلی خوشبینانه است، خیلی فضایی هست، ولی این هست که بتونن فضای بین‌المللی رو به سمت کاهش ریسک طرفین مقابل از کار کردن با ایرانی‌ها بردارن، این کار رو انجام بدن. ولی خب تو فضاهای مختلف دیگه ما همچنان میتونیم فعالیت‌های دیگری رو در واقع داشته باشیم. ببینید ما الان صحبت از خیلی ناترازی‌ها زده میشه، ولی این ناترازی‌ها واقعا بزرگ هستن. ساده ترین اونها که بنزین هست، اصلا تصور این که دولت فردا با این بنزین چه میخواهد بکنند تصور بسیار سختیه. از سال 70 به بعد ما این مشکل رو داشتیم، حل نشده رو هم انباش شده. انتظار این که حالا فردا مثلا دولت بیاد قیمت بنزین رو تغییر بدهد چه پیش خواهد آمد، اینا واقعا اتفاق سخت. ولی ما میتونیم کاهش بدیم خیلی از این مشکلاتی که روی دوش مردم هست رو ابتدا، و بعد شرایطی که بهتر شد، قابل تحمل تر شد، اون وقت این مشکلات بزرگتر رو به سمتش حرکت بکنیم. بنابراین دولت به نظر من دولتی که حالا تا 1 یا 2 ماه آینده در واقع بر مصدر امور خواهد نشست، باید به این سمت حرکت بکنه که تا جایی که ممکن هست این مشکلات رو از دوش مردم تقلیل بدهد. مشکلات معیشتی بسیار زیادی روی مردم هست. در مورد مشکلات بانک مرکزی و بازار پول مشخصا صحبت کردید. خب این بازار رو باید یه نگاه جدی واقعا بهش بشه. بحث نرخ تورم به نظر من بسیار بسیار نقطه مهمی است. شما میتونید نرخ تورم رو نبینید، نرخ بهره رو نبینید، اصلا به رسمیت نشناسیدش، ولی این نرخ توی وجود تک تک ما هست. یعنی ما وقتی که میخوایم تصمیم بگیریم برای اینکه امروز این کار رو انجام بدیم یا فردا این کار رو انجام بدیم، توی ذهن خودمون نرخ بهره رو داریم میاریم. این قابل رد کردن نیست. این رو باید ما اقتصاد کشور ما، سیاستگزارای ما به نوعی به یک تفاهمی برسن که این نرخ قابل دیده نشدن نیست و فیکس کردنش به این مفهومی که داره اتفاق میفته صحیح نیست. ببینید حتی صحبت از تعیین نرخ بهره که میکنیم، شما میدونید که فرضاً فدرال رزرو با همون کیفیتی که خدمتتون عرض کردم که نرخ بهره خودش و بانک‌ها رو تعیین میکنه، حداقل هر 3 ماه یک بار یک نشستی دارن و این نرخ رو تغییر میدن. ما در کشورمون هر 4 سال 5 سال یک بار داره این اتفاق میفته، در حالی که خب این اقتصاد داره حرکت میکنه، داره تغییر میکنه. چرا باید ما هر 4 سال 5 سال اصلا اینو کلا خارجش کردیم؟ خب این خیلی مهمه. من همیشه مثال که میزنم، اگه اقتصاد رو تعبیرش میکنم به یک خودرو، نرخ بهره رو تعبیر میکنم به اون میلنگی که اون وسط هست که قدرت خودرو رو میکشونه به سمت قدرت موتور رو به چرخا میرسونه و تنظیم میکنه. چون که اگه تنظیم نباشه خب خودرو ممکنه واژگون بشه. درست؟ شما نمیتونید نبینیدش ولی خودرو رو بخواهید، میلنگش رو نخواهید. درست؟ این هست. درست؟ پس باید یه فکری براش بشه، به نوعی مسئله واقعا حل بشه. اینکه ما هر 4 سال یک بار یک نرخ ثابتی رو در نظر بگیریم و تمام. تا 4 سال بعد حالا چه اتفاقی بیفتد که یا افزایشش بدیم یا کاهشش بدهیم. خب این نمیشه سیاست‌گذاری پولی. ما الان سیاست‌گذاری پولیمون تمامی بانک‌های مرکزی دنیا، اصلا بانک مرکزی فانکشنی که براش تعریف میشه مدیریت نرخ بهره است. ما در کشورمون نداریم چنین چیزی رو. بانک مرکزی یک نرخ بهره رو شورای پول اعتبار قدیم تعیین میکرده، برای 4 سال 5 سال دیگه تمام میشده میرفته. درسته یک بازارهایی هم درست شده به عنوان کانال نرخ بهره، ولی واقعا توی اقتصادی که 50% تورم داره به نظر من شوخی بیشتر نیست. اقتصادی که منابع بانکیش توی مجلس تقسیم میشه شوخی بیشتر نیست. اینا چیزایی که باید واقعا ما باش یه روز روبرو بشیم و من فکر میکنم همین نکات کوچیک میتونه تغییرات شگرفی رو روی وضعیت زندگی ما مردم عادی قرار بده
که اینا میتونه خب تحمل پذیری ما رو ببره بالا در مقابل اینکه خب اگه فردا قیمت بنزین، ما همه میدونیم قیمت بنزین مفته، از کی بپرسید بگه این قیمت مفت نیست، از آب ارزون تره، همه میدونن که این داره حروم میشه، داره محیط زیستمون رو خراب میکنه، زندگیمون رو خراب میکنه، اما از هر کس هم بپرسید میگه نگرانش نکنید. خب این یه تناقض دیگه، این از کجا میاد؟ اینها رو باید بهش بپردازیم. همین گام‌های کوچیک. همین گام‌های کوچیک. خیلی ممنونم دست شما درد نکنه. ممنونم از وقت گذاشتین. دست شما. نگاه توامان به داخل و خارج. شاید جمع‌بندی صحبت امروز من و آقای دکتر سوری همین باشه. یعنی علاوه بر این که ما تمرکز می‌کنیم به سیاست‌های پولی و مالی برای اقتصاد، بد نیست نگاهی هم به خارج داشته باشیم و هزینه نقل و انتقال پول و تحریم‌ها رو برای اون بخش از اقتصادم کاهش بدیم. ممنون که همراه ما بودین. روزگار خوش.